نقطه وقتی که سمت راست نوت قرار میگیره نصف زمان نوت، نصف ارزش زمانی نوت به اون اضافه میکنه. مثلا اگر که ما یک گرد داشته باشیم که خودش 4 ضرب هست، نقطه وقتی سمت راستش قرار میگیره نصف 4 که میشه 2 ضرب بهش اضافه میشه و گرد نقطه دار میشه 6 ضرب. یه دونه سفید نقطه دار خودش 2 ضرب هست، نصفش که 1 هست بهش اضافه میشه، مجموعا میشه 3 ضرب. یه دونه سیاه نقطه دار 1 ضرب خودش هست، 9 ضرب بهش اضافه میشه 1.5 ضرب. توی چندگاه اگر که نقطه نداشتیم خب دو تا نقطه کنار هم مساوی برابر اجرا می‌کردیم، ولی وقتی که نقطه گرفته کارش برای دو تا چنگه که از نوت دوم زمان رو میگیره به نوت اول میگیره. نوت اول طولانی‌تر، کشیده‌تر، نوت دوم کوتاه‌تر، از نوت دوم سریع‌تر رد میشه. توی تمرین 148 داریم تون چپ تون بک، اینجا که نقطه داره بک چپ تون بک، تون چپ تون بک، بک چپ تون بک، تون چپ تون بک، بک چپ تون بک. اگه بک چپ نقطه نداشت می‌زنیم بک چپ تون بک. حالا که نقطه داره بک چپ تون بک، بک طولانی‌تر، نوت چپ کوتاه‌تر و که از روی چپ سریع رد میشیم. Chop, boom, back, chop, boom, back, boom, back, chop, boom.